آغاز فصل جدید فوتبال در ولایت هرات. شهر فوتبالخیز افغانستان امروز با راه اندازی فینال جام قهرمانان این ولایت فصل جدید فوتبالش را آغاز کرد. جام قهرمانان فوتبال ولایت هرات که پیش از ماه مبارک رمضان میان 10 تیم برتر این ولایت راه اندازی شده بود، امروز با حضور دو تیم قدرتمند فوتبال این شهر، صرافان و تک انرژی، در فضای زیبای استادیوم هرات برگزار گردید. صرافان و تک انرژی که از جمله قدرتمندترین باشگاه‌های فوتبالی هرات هستند، طبق انتظار بازی جذاب و تماشایی را برمغان آوردند. نیمه اول رو صرافان بهتر آغاز کرد و پس از گل نشدن چندین موقعیت خوب این تیم، این تک انرژی بود که گل اول مسابقه را به ثمر رساند. بازی در لحظات پایانی نیمه اول گل دیگری نداشت و سرانجام تک انرژی با پیروزی در نیمه اول رای رختکن شد. نیمه دوم نیز نیمه جذاب و تماشاگر پسندی بود. هر دو تیم برای رسیدن به گل‌های بیشتر تلاش‌های فراوانی کردند. تک انرژی که در اواسط نیمه دوم 10 نفره شد، لحظات پایانی را نیز به دشواری سپری کرد. سرانجام با همان تک گل نیمه اول رضا غفوری به پیروزی در این تورنمنت با ارزش فوتبال هرات دست یافت. مسئولان برگزاری این جام میگویند که تمامی تیم‌های حاضر در این مسابقات کیفیت بالایی داشتند و این جام با موفقیت به پایان رسید. دو کاتگوری ای و بی شروع شد و قبل از ماه مبارک رمضان بازی گروهی انجام گرفت و تیم اتک انرژی و صرافان نهایتاً راهی فینال شدند و در فینال شما دیدین که تیم اتک انرژی بود که با نتیجه 1-0 از صد صرافان گذشت و اولین جام سال 1401 بالای سر بود. سرمربی باشگاه اتک انرژی ضمن تبریکی این قهرمانی به بازیکنان و هواداران تیمش میگوید که در برابر تیم خوب صرافان به سختی به عنوان قهرمانی مسابقات جام قهرمانان فوتبال هرات دست یافتند. در این میان بازیکنان باشگاه اتک انرژی نیز از قهرمانیشان خرسند هستند و میگویند که برای راهیابی به لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان تلاش خواهند کرد. متاسفانه بازی خوب شروع کردیم، رفته بیشتر شدیم ولی اون چیزی که ما توقع داشتیم نبودیم. خوشبختانه به گل رسیدیم. متاسفانه با تعویضایی که کردیم، با پروگرامایی که دوام داشتیم، زود 10 نفره شدیم و این کار ولی ما خیلی سخت کرد. شروع نیمه دوم آنچه که ما در نیمه صحبت کرده بودیم بین دو نیمه، تقریبا شیرازی تیم رو به هم کشید. بازم با توجه به آمادگی جسمانی که داشتیم، با پتانسیلی که بود، با صحبتایی که شد، خدا شکر که تونستیم بازی کنترل کنیم، اداره کنیم و قهرمان شدیم. ما تمرین زیاد کردیم، نتیجه تمرین خود امروز گرفتیم و قهرمانی امروز و ما مطمئنیم که ان شاء الله نتیجه بسیار درخشان در لیگ هم میگیریم. هدف اصلی ما حضور در لیگ قهرمانانه. ایتون یک بازی یک تمرینی و یک بازی تاکتیکی باشه که ما بتونیم بازیکنایی که در ولایت بودن امروز به تیم حاضر شدن، جمع ما پیوستن. بازی خوب بود هم رفته، بازم به خلای در حساب تاکتیکی داشتیم که بازیکن‌ها در خانه استراحت بودن طول یک ماه و ما هدف اصلی ما آمادگی برای مسابقات زون‌ها است و بعد از او راه یافتن به لیگ قهرمانان افغانستان. باشگاه اتک انرژی که امروز قهرمان جام قهرمانان فوتبال ولایت هرات شد، به زودی به نمایندگی از این ولایت در مسابقات قهرمانی زون‌ها و پس از موفقیت در این تورنمنت به لیگ برتر فوتبال افغانستان راه خواهد یافت.